بابا اسفندی میخواییم بگو مسخره بازی ها رو جمع کنیم. مسخره بازی نه آخه تو باید خودتو ببینی تو آینه. چیکار دارم؟ خیلی زایه است. این آدم با این رفتار با این سکنات توی سکانس جلو هدیه تهرانی بازی کرده، تو جاده تو برف خیلی عاطفی فلان، هدیه تهرانی مرده ای زده زیر گریه. تکلیف ما با این آدم چیه تو اون لحظه؟ این آدم با این قیافه که بابفنگی خب این آدم باید جلو هدیه تهرانی بازی کنه؟ خودت بگو. قبول دارم. عجب عدالته. حالا اصلا همه این بحث رو ول کن. الان خانم تهرانی ببینه چه حسی. آقا من اصلا با شما کاری ندارم. چرا؟ من دارم تمام تلاشمو میکنم که این هنرش نشون بده، بعد منو مسخره می‌کنی. آقا به صندلی میگن. آقا هنرت فوق العاده بود. بابا